در این جلسات سری از یا جرگه های پنهانی از یا هیچ نوع خطر برای مسلمانان نیست و اینطوری اینمی طور جرگه ها ثمر بخش هم نیست مگر 3 جرگه ثمر بخش است، در غیر از اون نیست ثمر بخش. شما نترسی از این جلسات مردم، شما نترسی. الله متعال رعب شما را در قلب از یا انداخته، هیچگاه برایتان نمیه مستقیما که مقابله بکنه. یک میتینگ و مجلس که گرفته میشه سبب زیای وقت نشوه که نظر و آرا گفته شوه در آخر هیچ نتیجه نباشه. الله متعال میگه مجلس های اجتماعی باید مفید باشه. در کدام موارد باید جلسات داشته باشه، در کدام موارد اجتماع داشته باشه. قرآن کریم برای ما میگه لا خیر فی کثیر من نجواهم، کثیر به خاطر میگه که کم نجوا یا کم مجلس ها مفید می باشه. در مورد تجارت، زراعت، مسائل اقتصادی، معاملاتشان اگر میتینگ میگیره، مجلس میگیره، مفید می باشه. اما اکثریت جلسات سری و مخفیانه را که علیه اسلام برگزار میکنه خیر و برکت الحمدلله نداره، نتیجه در دستشان نیست. لا خیر فی کثیر من نجواهم نیست ثواب و برکت در بسیاری از مجلس های سری از یا جرگه های از یا الا من امر بصدقه. بله جلسه یا اجتماع که گرفته میشه اگر اهداف عالی را دنبال کنه باز این جلسه است. الا من امر بصدقه، مگر کسی که امر به صدقه میکنه. در اینجا فقط 2 نکته را الله متعال مشخص میسازه. کدام جلسه اجتماعی که در خدمت مخلوق الله در نظر گرفته میشه و رسانیدن نفع، اینمی جلسات مفید است و باید گرفته شود. در غیر از دیگه جلسات فایده نداره. الا من امر بصدقه، مگر کسی که امر به صدقه میکنه او معروف به کار خیر میکنه معلوم دار که در دین است، او اصلاح بین الناس، یا امر میکنه به اصلاح آوردن در بین مردم. و من یفعل ذلك، کسی که این کارا را میکنه، 3 کارا که ما بیان کردیم، ابتغاء مرضات الله، به خاطر طلب کردن رضامندی الله، نه به خاطر مرتبه و شهرت بلکه به خاطر رضامندی الله، فسوف نؤتیه، زود است که ما بدیم او را اجر عظیما، اجر بزرگ. صدقه، کسی که امر به صدقه میکنه، کدام اجتماع که جور میشه اگر 3 امور در نظر گرفته میشه یکیشان باشه، امو اجتماع و جلسه و امو تجمع برکت داره، خیر داره. اولش که امر به صدقه میشه. صدقه زکات مال شامل است، علم نشر کردن پخش کردن شامل است، چرا ایام صدقه است. نفوذ و حیثیت اجتماعی اگر در کدام چیز داری ایرم مصرف کو، ایام صدقه است. این کارا به خاطر چی؟ به خاطر ازی که آبروی کسی حفظ شود. معلوم شد که به نزد الله متعال آبروی مسلمان چقدر حیثیت داره، خدمت خلق الله چقدر مهم است، الله چقدر خوش میشه و میگه که در این طور مجلس ها خیر و برکت وجود داره که امر به صدقه شود. امر به صدقه فایده های خیلی مهم داره، خودت نداری اما ضرورت مهم درک کرده که چی است. تاجر ما همیشه گاهی در دوبی، گاهی در چین، گاهی در هندوستان، گاهی در یک مملکت دیگه سیر و سفر داره، از متن افغانستان آگاهی نداره، از اولاد مردم آگاهی نداره، از اینکه مردم به چی چیز خیلی نیازی مبرم داره نداره، اما تو در بین وجود داره، میگردی محصل هستی. روزمره و صدها محصل در یک مرکز تبلیغات نصرانیت میروه، در مرکز تبلیغات نعوذ بالله کمونیسم میروه. خب با چشم سر مشاهده میکنی یک مرکز برای توجیه افکار از یا و برای فهماندن دین برای از یا وجود نداره. آلی تجار خودش معلومات نداره که من چی باید بکنم. تو بخیز او مردکه را تشویق کو، ضرورتی از زیر بیان کو که جناب فلان محترم تو الله متعال از مال برات خوب فراوانی و ارزانی برات داده، خبرداری که ملت این مردم سر تو حق داره،
و تو خوشدار هستی که مالت در جای درست مصرف شود، ضرورت به یک احیای مرکز است که در اونجا برای جوانای ما حقیقت اسلام تدریس شود، تعلیم شود، تا که فریب دشمن نخوره. اینی کاری توست. ای چه رقم جور میشه؟ جرگه را دایر کو، خیر است شروع تلخ خودت جور کو، 10 نفرها را طلب کو، برنامه تا برش پیش کن. ما اینی برنامه را دارم خودم، بلی از نگاه علم حاضر هستم، وقت قربانی میکنم، اما آبرو حاضر است که بریزه دمی را، اما امکانات مادی امرا نیست. تو مرا معاونت کن. در دین مقدس اسلام همچو برنامه ها را جور کردن منافات نداره با نعوذ بالله که کسی بگه که البته خیرات طلب است، سوال کننده است، سائل است. سائل کسی است که برای خود طلب میکنه. پیامبر علیه السلام بدیش بیان کرده که در روز قیامت در رویش گوشت نمی باشه. اینجا تو برای مصلحت دین طلب کرده ای، منظور خودت نیست، نه منفعت شخصیت است، نه خانوادهت است، نه خودت است. منظوری تو مصلحت دین است که دین سری پای استاد شود، دفاع از دین شود. آنقدر مؤثر است ای گپا که هیچ پرسان نکن. 10 نفر یک جای میشیم، برای اولاد خود یک قاری سیوه میگیریم، خود چقدر میپردازی؟ کمیته جور میکنیم، همه سال همه 500-1000 روپه از پیشم روزانه میره. خیر است در ماه 1000 روپه آمدم به خاطر مدرسه میدم، ولو که اولاد ندارم که رایی کنم در مدرسه، اما اولاد دیگه مردم هم اگر دین یاد بگیره اصلاح شوه، او برای من مفید است. خائن برای من جور نمیشه. کاری مرا دیگر روز خوب به وجه حسن میکنه، عقیده یاد میگیره، من در این سهیم میشم. 10 نفر 500 نفر 10 نفر بندازه، 500 نفر برای 500 روپه برای یک نفر هیچ چیزی هم نیست، اما برای پیشبرد و ترقی مرکز دینی بسیار مهم است، خیلی زیاد. 5000 افغانی میشه معاش یک استاد ورزیده را بگی اولاد پیش میرن. به تنهایی انسان نمیتونه یک امر خیلی بزرگ و مهمه در دست بگیره و او را تو پیش ببره. ما امروز نیاز به تعلیم و تدریس قرآن و حدیث داریم، اما ما خود برده نمیتونیم. با تشویق و ترغیب امو مردمی که واقعا تا آلی را ذهنشان خلاص نشده که پولی ما در کجا مصرف شود. قطعی از وان نشست بکو، برنامه تا اعلان بکو، از پیش مطالبه بکو، تا که یک 16 پولی تجاری تو هم در راه غلط مصرف نشود. هم تاجری تو سهیم داری ثوابا باشه، هم عالمت، هم کسی که نفوذ اجتماعی داره. یک آدم یک مولوی مدرسه را آباد کردی، بله برو رسمیتش از دولت من برات میگیرم، شناس دارم، سهیم شد. قرآن کریم میگه که اجتماعات، بسیاری اجتماعات کدام خیر و برکت نداره مگر که در او اجتماعی که امر به صدقه بشه. مجلس جور کو، مردم دعوت بده و امر به صدقه بکو، برای یتیم، برای بیوه. دیروز ما در نماز جمعه هم امی گپا گفتیم، میتونیم ما و شما چیست دلجویی یتیما را بکنیم در می رمضان مبارک. کمیته جور کنی خیریه، مردم در جریان بگذاره، قطش بشینه، مجلس کنه. حاجی صاحب محترم، ما ای 5-6 نفر جوانا کمیته ساختیم. برای چی؟ اهدافی بیان که که ما اینمیطور بعضی خانواده های داریم که از روی آبرو و عزتی که قوی داره دست خود به کسی دراز نمیکنه، اما نیاز شدید حتی به افطار روزه داره. تو امروی ما کمک بکن که ما او را لااقل اموای احساس از این نکنه که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که نعوذ بالله کسی یادی ما را نمیکنه. او درک بکنه که ما در جامعه زندگی میکنیم که غم ما خورده شده و اینا برای ما چیزی میدهن. در او آیت ها به درستگاری از جانب زن بود. معالجهش الله متعال بیان کرد که به اینمی سیستم علاجی امر بکنید. در اینجا به درستگاری از جانب شوهر است. چه رقم علاجی اینمی گپ شوه قرآن کریم برای ما بیان میکنه. و این امرأتون اگر زن خافت میترسه از قرینه برش معلوم میشه که شوهر حق حقوق از زیر نمی پردازه، من بعلها از شوهر خود میفهمه که اینمی شوهر رعایت حقوقی مرا نمیکنه، مثلا نفقه شکم کرده یا است که چیسته، خب قطع از این خوش آمدید مانده نباشی نمیگه، گپی رازه نمیگه، قطعش این از قرائن معلوم شده، خواب قطعش نمیکنه، وقتای زیاد در بیرون تیر میکنه، هیچ نوع میل نداره.
اگر میترسید زن نوشوزن از بدروزگاری شوهر خود که بد دماغ است، قطمه روش خوب نمیکنه، او اعراضن یا بی‌پروایی داره، هیچ روی طرف ما التفات توجه طرف ما نداره، فلا جناح علیهما، نیست گناه بالای هر دو زن و شوهر، ایصلحا که صلح بکنه بینهما در بین هر دویشان، صلحا به صلح کردن. اینه صلح بکنه. زن میدانه که این شوهر خو حقوق مرا مکمل پرداخته نمیتونه او نمیپردازه، چی بکنم قطعی ازی؟ اگر روزگار ما به می سیستم باشه باز خو نمیشه دیگه. این خو مسئله یک روزه و دو روزه نیست، مسئله عمر است. الله متعال میگه در بینشان صلح شود. شوهر بگویه که من از تو نان و نفقه زیاد طلب ندارم، محضی چیزای زاید قیمت بها از تو طلب نکردم، ما بسیار چیزای کمه، اگر کدام وقت ما تو را مجبور به پرداخت یک چیزی خیلی قیمت بها کرده بودم باز مرا ملامت کن، لیکن چرا توجه نمی کنی طرف ما، حق مرا چرا پوره نمی کنی؟ نه قطعی صلح را، راه صلح را در پیش بگیره، برش بگویه ایصلح بینهما که صلح ایصلحا که صلح بکنه اردویشان بینهما در بین خود، صلحا به صلح کردن، اردویشان صلح بکنه، چیزی تنازل بکنه از حقوق زن و چیزی تنازل بکنه از حقوق خود مرد. صلح وقتی میشه که از هر دو جانب چیزی کم کم شوه و هر دو توافق حاصل بکنه. الله متعال میگه با وصفی که در حق تو کوتاهی میکنه، لیکن بازم خوب نیست که تو از این شوهر جدا شوی رایت بگیری، بازم تو این خانه را باید نگاه کنی. چرا؟ اولاد است، اولاد از دلت نمیبره. تو میتونی اینالی بازم روزگاری خود خوب بکنی، به چی؟ به ای که بعضی حقوق کم کنی، قطع از او صلح بکنی، توافقتان بیاید. یک و الصلح خیر، صلح خیلی بهتر است. اگر اینجا صلح در مورد مسئله باقی ماندن نکاس که زن و شوهر با هم جدا نشود. چرا؟ جدایی زن و شوهر تنها حالات امی زن و شوهر خراب نمیکنه، بلکه تاثیر منفی سر اولاد داره، تاثیر منفی سر هر دو خاندان داره. هر دو خاندان زن و شوهر سخت متاثر میشه از این، بلکه تاثیر منفی سر کل جامعه داره. یک زن و شوهر که مخالفت میکنه در جامعه انواع فساد و گپا پیدا میشه. از او خاطر الله متعال میگه به یک وجه نه یک وجه در بین جرامت موجود باشه تا که زندگی ادامه پیدا بکنه. الله متعال میگه صلح بهتر است، اما صلح در هر مورد بهتر است، ولو که مسئله معامله باشه، دعوا سر یک جای است، مسئله قرض است، مسئله شراکت است، ایجار است، در هر چیزی که نظام موجود میشه صلح خیلی بهتر است. عمر رضی الله وقتی که یک دعوا پیدا میشد به قاضی حکم کرده بود که اول دو نفری که در بین خود دعوا داره، پیش که شما مسئله دعوای از یار در کدام سرحد برسانی، بعد از فیصله کنی اول در بینشان صلح بکنی. چرا؟ در صلح کردن در قلب یکیش بدی باقی نمیمانه، کینه باقی نمیمانه، هر دو راضی میشه او موضوع هم حل میشه. اما وقتی موضوع را کش کرده میره اگرچه در آخر امر حق به حقدار پرداخته میشه، لیکن در قلب هر دویش کینه موجود میباشه که تو مرا حقی ما بود، این قدر وقت مرا دواندی، رشوتا دادم، از کار مرا بیکار کردی، از همون خاطر در قلبش سخت دشمنی در جانب مقابل باقی میمانه، هر وقت با دعا نفرت از او مردکه داره. اما صلح کی شوه گپا خود به خود حل است. عمر رضی دستور به قاضی و حاکمای خود داده بود او صلح واقعا هم دو طایفه با هم جور میشه. انسان وقتی میفهمی مصلحت دائمی را همیشه انسان نظر میکنه، فایده موقت در نظر نمیگیره. فایده موقت زن اینیا لیجا چیسته؟ فایده موقت است که نه برای من اینمی کالا را بکن، ماندنید نیستم، لیکن آلی اگر این کالا را محکم بگیره شوهر قطعی زد چی میشه؟ دشمن میشه. این باید زن در نظر بگیره مصلحت دائمی را که من اگر اینی کار را بکنم امروز غصه است، صبا طلاق میده، باز چی کنم؟ اولادا ایجا باقی میمونه، کدام طرف برم؟ انسان عاقبت و انجام خود در نظر بگیره، از بعضی حقوقی خود تنازل میکنه، میگه پایین میشم. شوهر هم میطور باشه و هم باید اینه میطور صلح را بپذیره، بعضی حقوق خامخواه باید بپذیره.
اینطور خو نمیشه. زنم باشه لیکن حقی تا نمیپردازم. و احضرت الانفس الشح، حاضر کرده شده به نفسا حرص و بخیلی. نه صلح چرا خیر است؟ مردم ها در مورد مال سخت حرص داره، هر کدام تلاش داره که برای ما حاصل شود. زمانی که یک چیزی مال برش داده میشه بسیار خوش می باشه، باز آماده می باشه برای پرداخت حقوق. تا وقتی که اگر چیزی را برش نگویی آماده نمی باشه به پرداخت حقوق. یک مثال براتون میدم. بعد از ختم ترجمه دوستا چون مکاتب امروز و صبا موجود است دیگه مکاتب رخصت میشه و ما این مسابقه ما ضرورت داره که کتابا و سوالا در مو جاهای مراکز خیلی عمده چی شوه؟ روان شوه. اگر جوانا را بگویم که بیای امیر ببره، هر کدام آماده هست، خب لیکن چون که کرایه را کس برش نده باز میگه نه، میگه خود خطا میده، شانه را خالی میکنه. چرا؟ علتش است که در نفس انسان همیشه حرص مال چی است؟ بگه حاضر شده است. این اگر تو بخوای نخوای الله متعال فطرتاً در وجود ما و شما گذاشته. هر کدام ما حرصی چی را داره؟ بگه مال داره. هر کسی از ما مال مطالبه میکنه آماده نیستیم که مال بدیم. وقتی خدا میدیم کار قطش میکنیم، وقتی از ما چنده طلب میکنه میگیم نه نیستیم دهیم. چرا؟ در نفسا الله متعال اینمی حرص مال حاضر کرده. پس وقتی که به شوهر یک چیزی از مهر معاف شوه یا یک چیز از نان و نفقه کم شوه، شوهرم چی میشه؟ خوش میشه. بعد از او در عملی کردن زندگی زن و شوهری آماده میشه. قرآن کریم اینی نکته و فلسفه زیرا میگه که بس اوقات انسان مصلحت دائمی خود در نظر میگیره، از فایده موقت خود تیر میشه و این بسیار خوب است. یک دکاندار و خریدار زمانی که ببینه تو را که از دکاندار دیگه 1 روپیه ارزان میدی، همیشه در حالی که 1 روپیه اونقدر متاع نیست، لیکن همیشه نظرش دینمیسته که پالی تو دکاندار بیا. اینی تو دکاندار مصلحت دائمی را در نظر گرفتی. گفت دم یک دفعه خریدار برات آمده، خب فریبم داده میتونی 10 روپیه فایده از پیش میگیری، اما اینمی خریدار آینده 20 مرتبه به پیشت میآید. در یک مرتبه 10 روپیه فایده گرفتی، مردکه فهمید که دیگه جا 1 روپیه از تو که ارزان است دیگه پیش تو نمیاد، 20 مرتبه اوجا رفت، اونجا 20 روپیه فایده را به او دکاندار داد، تو به خاطر 10 روپیه از 20 روپیه چی شدی؟ محروم شدی. قرآن کریم برای چی؟ ادامه زندگی انسانی، ادامه یک کار و روزگار، اینمی نکته را همیشه تاکید میکنه که ما مصلحت دائمی را در نظر بگیریم، از فایده موقت تیر شویم. فایده موقت مفید نیست. فایده اونمو فایده است کم باشه اما مستمر باشه، دائمی باشه. ما وقتی که از مردم کمک هم طلب میکنیم میگیم به طریق دوام چقدر میپذیری ماهانه، در اینجا چیسته برای خدمت دین تو اعانه میدی، این دائمی بگو. مقطعی خو 1 دفعه اگر کسی 1000 هم بده بله داده میتونه، اما دائمی دو فایده داره. یکی خودی و آدم همیشه در صدقه است، در ثواب شریک است. دوم تو مطمئن هستی که اینی پولم است، مطابق امو پول امو آمدنیت امکاناتت اینجا نقشه تعلیم درس برابر میکنی. از مقطعی 1 دفعه زیاد برات میاد، 4 استاد گرفتی دمای دیگه هیچ کس نیست، 4 استاد کلش به در از پیشت میگریزه، برو بخیر. یک ما تو استاد داشتی ما دیگه نداریم. از او خاطر است قرآن کریم چقدر نکته خیلی باریکه ولی خیلی مفیده اشاره میکنه. زن میگه برای نفس انسان بخیلی حرص مال وجود داره، تو کمی از حقوقت کم کو، مرد کم باز راضی میشه که قطع تو دوام زندگی را چی بکنه؟ قطع قرارداد کنه که بله ما تو همیشه هستیم. و این تحسنوا و تتقوا فإن الله کان بما تعملون خبیرا. این در صورتی است که انسان در معیار پایین قرار داره، در مرتبه پایین. بعضی مردم هستند که وا معیار بالا داره، الحمدلله همت عالی داره و نه در قصه مال است نه در قصه هیچ چیزی نیست، در قصه است که ما چه قسم نفهم برای مردم مخلوق الله برسه. و این تحسنوا اگر شما احسان میکنه، این حالی اگر زن آماده شد که مهر خدا معاف میکنم، تو میگی نه این مهر چیسته، تو سر ما حق مهری دیگه هم داری، قدری توی قدر پیش ما است که الله برام چیزی در دست داد بده، این طور طلا برات بخرم که پرسان نکن. بعد از او بی که زن چه رقم خدمتی تا میکنه، تو احسان بکن برش بگو واقعا حقیش است. آلی طلا برای زن که بخری از دست آدم میبره؟
نه، ملکیت توست. یک روز اگه سختی سرت بیا یقین بکن اول امی طلای زن خودش طلا را میده که برو اینی مشکل حل بکن. اما به اینمی قدر زن آن قدر خوش میشه که پرسان نکن که شوهر ما امی قدر پیش ارزش دارم، امی قدر قدری مرا میکنه. اولادی اینطور نگاه کنه که پرسان نکن، نفس خود اینطور نگاه کنه که پرسان نکن. اما ما مردم همین نکته ها را نمیدانیم. همیشه خشونت، همیشه زدبازی، همیشه طعنه دادن، همیشه او را پایین بزن، توی چیز نیستی، توی چیز نیستی. و هم میگه که بر پدر نالت ما یه چیز نیستم دیگه، چی خود زحمت داده رایی باشم؟ نه خلاص در بدر میکنی، زندگی تا خود خراب میکنی. قرآن بر ما میگه و این تحسین، اگر شما احسان میکنی خوبی دیگه میکنی بر علاوه حق. این خطاب دیگه با کیسته؟ با شوهرها. و تتقو، از الله میترسی که حقش پورا میکنه، در مقابل حقوقش کوتاهی نمیکنه. فان الله، یقینا الله متعال کانه هست بما تعملون، با آن چیزی که شما انجام میده خبیر، خبردار است. تو غیرت میکنی به خاطر دین الله متعال، الله میتور صلح ایتور موافقه را در زندگی بیاره که پرسان نکن، ادنا جنجال برات پیدا نشود. ولن تستطيعوا ان تعدلوا، هرگز شما توانایی نداره که عدالت مراعات کنی بین النساء، در بین زنا. ولو حرصتم، اگر چه حرص داشته باشه. فلا تمیلوا، وقتی که عدالت خیر مراعات نمیتونه چی کنه؟ شما میلان نکنی، انحراف نکنی. کل المیل، به تمام انحراف، یک هم در ظاهر هم در باطن مکمل. قط یک زن رای تا بگیری دیگره، نه ایله نه کاله، همو تریلا کنی. فتذروها، بگذاری او زنی دیگره، کل معلقت، به مثل آویزان که نه بالا میکنیشه نه ایلا میکنیشه که پایین بیا. و این تصلیح، اگر صلح بکنی شما در بینتان جور آمد بکنی، و تتقو، خود نگاه بکنی از عدم پرداخت نعوذ بالله حقوق. فإن الله، یقینا الله متعال کانه هست غفورا مهربان ذات، رحیما رحم کننده. نه از این آیت در ظاهر معلوم میشه میگه شما قطعا عدالت مراعات کرده نمیتونی. و اونجا تعدد ازواج هم الله موقوف بالای چی کرده بود؟ عدالت کردن. اگر عدالت نمیشد چند زن برای ما جایز بود؟ یک زن. و این خفتم الله تعدلو فواحدتن گفته بود. او اینجا خود قرآن میگه که شما عدالت نمیتونی. از همون خاطر یک تعداد از این آیاتات دلیل گرفته که تعدد همسران ناجایز است. و کسایی که چاپلوسی غربی است و نعوذ بالله میلانش طرف دین نصاراست، در دین نصرانیت تعدد همسران نیست و تلاش میکنه که ثابت بکنه در اسلام هم که تعدد همسر جایز نیست. چی رقم تلاش میکنه؟ این رقم. اونجا الله میگه فانکحوا ما طاب لكم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 4 خبر ما اجازه داده، خود از صورتی که عدالت بکنیم. فین خفتم الله تعدیل، اگر میترسی که عدالت قائم نمیتونه فواحدتا، یک زن نکاح کن. و اینجا خود الله میگه که ولن تستطيعوا، هرگز توانایی ندارن تعدیلو که شما عدالت قائم کنید. پس معلوم شد که عدالت قائم نمیشه. عدالت اگر قائم نشد سر یک زن اکتفا بکنید، معلوم شد که در اسلام هم یک زن و نکاحش درست است، تعدد همسران آمده. لیکن این الحاد است، این بیدینی است. تفسیر قرآن کریم توسط سلف میشه، توسط پیغمبر علیه السلام، صحابه کرام. یکی مراعات عدالت در اموری غیر اختیاری است که محبت قلب میگه. طبعا انسان در بین اولادم قد یک طفل خیلی زیاد دوست داره، دیگر نه. خصوصا طفلی خرد همیشه زیاد موردی چی میباشه؟ بگه محبوب میباشه برای پدر و مادر. حالی دیگه او قدر دوست نیسته. یعنی محبت قلبی غیر اختیاری است، اختیار انسان نیست. انسان مکلف برای مراعات عدالت در امور ظاهری و اختیاری است. کدام امری که در اختیاری توست در اونجا عدالت مراعات بکن. در اونجا عدالت مراعات چطور؟ با اطفال خود یک قسم کالا بیار، یک قسم نوازش بده، یک قسم تربیه بده. یکی را فقط پیسه کورسش هم نبیدی، دیگر را 4 کورس پیسهش داده. عجیب است، عدالت کن. یکیشا بگوی خب لباسا را میاری، دیگه شا لیلامی برش میاری. عدالت نمیکنی. این امور ظاهری است، اختیار انسان است عدالت میکنه. در تعدد همسران اینمی قسم است. در امور ظاهری باید عدالت مراعات بکنی. امور ظاهری کدام است؟ نان نفقه یکسان. کدام قسم روغنه که به اوردی به مو مقدار دو هم دیان. کدام قسم کالا، کدام قسم میوه، هر چیزه
همچنان وقت شب تیر کردن، یک شب قطع از یک شب حتما قطع از باشه. در مسائل ظاهرداری و امور ظاهری تو مکلف به عدالت هستی، به خاطر که در اختیارت است. اما در امر باطنی محبت قلبی قطعا نمیتونی که برابر کنی. پیغمبر علیه السلام با وصفی که مکلف نبود که عدالت ظاهری را هم در بین ازواج مطهرات مراعات کنه. پیغمبر میتونست خط یک زن خود یک ماه تیر کنه، خط زن دیگه خود یک روزه. چرا؟ اینمی معافی الله برای پیغمبر به خاطر ازی نبود که خواهشات پیغمبر پوره شود. پیغمبر مصروف بود، پیغمبر در امور دعوت خیلی زیاد مصروف بود، نمیتونست که تمام امور مراعات بکنه، اما بازم با وصفی که پیغمبر مکلف نبود بازم رعایت میکرد. باز میگفت که اللهم هذا چیست؟ قسمی فی ما لا املک. اینمی تقسیمی است در آن چیزی که در اختیارم است. فلا تلمنی فی ما لا املک فی ما انت تملک ولا املک. در آن چیزی که تو مالکش هستی اختیار داری یا الله و ما در اختیار ندارم، دو مرا مؤاخذه نه. فلا چیست؟ مرا ملامت نکنی، مؤاخذه نکنی در آن چیزی که تو مالک هستی و ما اختیار ندارم. محبت در اختیار پیغمبر نبود، از او خاطر محبتش همراه عایشه رضی الله خیلی زیاد بود. چرا غیر اختیاری بود، اما در امور ظاهری مکمل مراعات میکرد. حتی در مو شبایی که رحلت میکرد میخواست دلش که همراه عایشه رضی الله باشه، اجازه از کلی ازواج مطهرات گرفت. بعد از اجازه او پیغمبر علیه السلام همراه عایشه رضی الله تیر میکنه. خو این عدالت پیغمبر علیه السلام بود که مکلف هم نبود، اما این قدر انتظام میکرد. ما مسلمان ها کسی که خود پیرو پیغمبر میگیره دو زن داره چه حالت است؟ زن دومی که آمد اول مثل که طلاق برش داده باشی، مثل که یک خواهر برش است، احساس نمیکنه که زن است یا نه. همین قسم نعوذ بالله نقصانا در عدالت ظاهری میاد.